آقا غرب تهران پر از طباخیای با کیفیته، ولی یکیشون خیلی خوبه. میریم سمت اشرفی اصفهانی روبروی تیراژه، بریم ببینیم. طباخی اشرفی یه سری خصوصیات جذاب هم داره. یکی این که صاحبای اینجا مثلا بچه کشتار اینقدر حرفه‌ای و کاربلدن و به خاطر این کارشون واقعا تازه است. بنابراین جاها که فوق‌العاده داره. توی اسنپ فود هست، پرسنل کاربلد و حرفه‌ای داره. نون تازه جز اولین جاهایی بود که نون تازه داشت. و یه منوی خیلی عجیب‌غریب و جذاب داره که شما خیلی در ضمن اینجا بخوایم به کمتر من غذا رو میدن. رفقا، ما با توجه به ماهیت کارمون طباخیایی که می‌دونید کیفیتشون بالاه، بار درجه 1 میبرن، کارشون درسته و خودمونم حاضرین ازشون استفاده کنیم و بهتون معرفی می‌کنیم.